مکتب تعلیمی همگانی رقمی دهمی ناحیه سیخون‌آباد یکی از مکتب‌هایی میباشد که تاریخی طولانی دارد. زیاده از 80 سال باز این جانب فعالیت دارد. در مکتب ما 50 نفر آموزگاران حالا با تعلیم و تربیه خوانندگان مشغول هستند. در مکتب 380 نفر خوانندگان تحصیل میکنند. به آنها معلمان طایفه عالی 4 نفر، معلم طایفه اول گوییم که 13 نفر، دارنده طایفه دوم 15 نفر تعلیم و تربیه میدهند. معلمان پیشقدمی مکتب ملاحت برونبای و گلصنم نارو و گوییم که شمس‌الدین شیروف، گلچهره حکیمی و یولداشت‌های اوزاقوف، جوربیک سلطانوف، نادره اوزاق و مبارک نبی و جمیله شیروها می باشند که اینها در مکتبمان آبروی مخصوص دارند. به خوانندگان تعلیم و تربیه مکمل می‌دهند. سال گذشته از 40 نفر خوانندگان مکتبمان 55% یعنی 22 نفرشان صاحب دانشجو شدند. من این سال اگر 29 نفر خواننده‌مان مکتب ختم کند، ما امید داریم که از اینها 60%شان نزدیکی 20 کس باید طالب علم شوند. ما انا با همین امید خوانندگان را تعلیم و تربیه داده ایستادیم. از کامیابی هایی که مکتب ما در سال خوانش نائل شد، خواننده صنفی 11 رحمان و نیلوفر در المپیادی فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک به گرفتن جای دوم، خواننده صنفی 10 پولت و گلرو به گرفتن جای سوم نائل شد که ما با اینها میفخریم. در ناحیه هم خوانندگان مکتبمان به گرفتن جایهای نمایان از فن کیمیا، از فن زبان ازبکی، از فن زبان تاجیکی و جایهای اول که صاحب شدند. حالا در مکتب 3 نفر خواننده صنف 11 به گرفتن سرتیفیکات های گوناگون فنی صاحب می باشد. ایسان و دیاره به گرفتن 2 سرتیفیکات هم از فن زبان انگلیسی و هم از فن زبان ازبکی سرتیفیکات دارد. خواننده شادی و مدینه بانو از فن بیولوژیا به گرفتن سرتیفیکات نائل است و همراه زلخمار هم اینچنین از فن تاریخ دارنده سرتیفیکات می باشد که به اینها امکانیتی خالهایی از همان فن به دست می آورده در سپردن تست به اینها امکانیت داده شده دیم. اینها الکی گوییم که 50% دانشجو، باز به نزدیکی 6 نفر خواننده امان به گرفتن سرتیفیکات کوشش و عزم دارند. ما امید میکنیم که تا آخر سال خوانش اینها هم به گرفتن سرتیفیکات ها نائل میشوند. از معلمان کهنسال مکتب شربدای زیای و بابا تخت میشوف، یولداشت‌های اوزاقوف، ملاحت برونبای و ما خیلی منت داریم که با مصلحت و مفیدهای خودشان به نسلی نبرس و جوانان و معلمان جوان که کمک میرسانند. از جوانان امیدبخش مکتبمان حیدر شادی، دلشاده خلدش و عزتای زین‌الدین و شهنازه نبی و ما خیلی امید کلام داریم که در آینده اینها جای استادان خود اشغال میکنند. اینچنین دهقانوف، عزتای زین‌الدین و اینا هم یکی از معلمان فعال جوان میباشند که با تعلیم و تربیه نسل نبرس کمر همت بستند.